روز 11 اپریل سال 2024 در فرودگاه الماتو شهر اسم بزرگ قزاقستان کارمندان پلیس و مرزبان‌های قزاق یک شهروند 32 ساله روسیه را که برای غیر قانونی برای اشتراک در جنگ‌های بیگانه جلب کردن زادگان تاجیکستان در جستجو قرار داشت دستگیر کرده شد. تلگرام کانال پلیس کایزت کانال رسمی پلیس قزاقستان خبر داد که این شهروند روسیه از فرودگاه‌های ونوک و شهر مسکو به الماتو آمده بود، ولی هنگام تفتیش اسنادش در خط مرز معلوم شد که او از ماه سپتامبر سال 2023 با اتهام به عضویت در گروه‌های مسلح و اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه و عملیات جنگی در قلمرو کشورهای دیگر جلب کردن شهروندان تاجیکستان تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده است. گفته می شود در حال حاضر دستگیر شده در تفقیفگاه قرار دارد و مسئله استرداد او در دست بررسی قرار دارد. پلیس قزاقستان تفصیلات دیگر نداده است. نام نفر دستگیر شده نشر نشده است. معلوم نیست که آیا او شهروند اصلی روسیه است و یا از شمار آنهایی که به تازگی صاحب شهروندی این کشور شدند. این هم روشن نیست که او شهروندان تاجیکستان را باعث زرخرید به جنگ در کدام کشور و یا به صف کدام گروه‌های سلاح به دست جلب کرده است. ولی برخی رسانه‌ها خبر دادند که این شهروند روسیه را شعبه کارهای داخلی نوع اسپیتامین به جستجوی بین المللی داده است. در سالهای 2014-2015 که دوره اوج فعالیت‌های سازمان تروریستی داعش بود، از این نوعیه واقع در شمال تاجیکستان 10 نفر برخی حتی خانه‌خیز همراه پدر و مادر و پیر و زن و فرزندانش به سوریه و عراق به قلمرو به نام خلافت اسلامی که داعش در سرزمین‌های اشغال کردهش اعلام کرده بود کوچیده بودند. در مجموع به حساب مقامات امنیتی تاجیکستان بیش از 2,500 نفر از شهروندان تاجیکستان در سالهای آخر به سوریه و عراق و افغانستان سرزمین‌های قبیله نشین پاکستان رفته به صف داعش و دیگر گروه‌های جنگ طلب پیوستند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه مارس سال 2024 در ملاقات با خادمان دین خبر داد که در 3 سال آخر شهروندان تاجیک در 24 حمله تروریستی در 10 کشور جهان اشتراک کرده. در عموم در سال آخر بیش از 1000 زاده تاجیکستان در کشورهای جنگ زده کشته شدند. در تاجیکستان عضویت در گروه‌های سلاح به دست و اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه و عملیات جنگی در کشورهای دیگر همچون زرخریدی جزا داده می شود. ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان برای چنین عمل‌ها همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند.